سلام دوستان عزیز. چای هربل تی از کمپانی فوریور به خاطر کاهش وزن است، هضمیت معده بسیار فواید داره و طریق خوردنش استفادهش براتون می‌آموزم. در شکم خالی شما میتونین که در گلاس آب گرم آب جوش یک دانه پرتین و یک دانه از چای در داخلش می‌پرتین. طریق خوردنش براتون می‌آموزم. از این پاکت هاست، ببینین از این پاکت ها قیچی میکنم و یک دانش میکشم. به این شکل است. این دیتا میکنم و این چای تقریبا به یک 5 دقیقه میمانیم خوب دم بکشه و تیره شوند. شما میتونین یک گلاس زیره بنوشین و یک دانه هزیره در یک بوتل جور میکنین. آب جوش اول در یک گلاسی را خوب تر میکنین، میمانین دم بگیره. زمانی که دم گرفت تیره میشه. خب دوستان عزیز، چای ما دم گرفت، 5 دقیقه تیر شده، خوب تیرام شده و این حال ما در این بوتل مندازم. در این بوتل باقی مانده آب است، 1 لیتر است. میتونیم که در 1 لیتر آب یا در 1.5 لیتر آب جوش داده ایره که آبش سرد شده. ببینین حرق کرده، آبش سرد شده و چای هم کم سرد شده. در این مندازم که یعنی خوب دم بگیره و در طول روز من میتونم به جای آب استفاده کنم. میان و در من استفاده میکنم میره چون بسیار خوشمزه هم است و به کاهش وزن هم کمک میکنه. از مای بوتل ما 1 لیتر است. خب ببینید دوستان، من ایره 1 گلاس صبح میخورم، در شکم خالی می نوشم و 1 لیتر شام دم میکنم، سرد میشه و در طول روز من 1 لیتر می نوشم که به جای آب استفاده میکنم. بهترین چای است اگر استفاده میکنین، به خاطر هضمیت بسیار خوشبوی و بسیار خوشمزه است. با واقعیتش بی‌نظیر چای است.